میخوایم الان در محیط واقعی دستگاه کوبرا کینگ رو براتون نشون بدیم کاراییشو و به قول معروف یه رونمایی کامل کرده باشیم. ببینید دستگاه جنبشید میرید. این دستگاه روشن شده، البته اینجا صفحش چون نور زیاده الان شاید توی صفحه نتونید کاملا ببینید. حالا کاری به اون نداریم. اینجا یه عدد داره و یک خط آبی رنگ اینجاست. یک ولوم اینجا هست که ما با این میتونیم چیکار کنیم؟ بالانس کنیم. یعنی شما اول تنظیماتش رو با این میتونید انجام بدید. بعد از اینکه حالا اینو تو فیلم آموزشی بهتون کامل آموزش خواهند داد، تنظیماتش رو انجام میدیم. دو تا جوجه بالا پایین داره برای بالانس کردن. اگر دیدید عددتون روی عددی که بهتون گفته شده قرار نمیگیره، یعنی بالانس نمیشه، با این دکمه های بالا پایین اینجا رو چیکار میکنید؟ بالانس میکنید. الان من اینجا عدد یه ذره بالا میبرم و شروع میکنم به الان بالانس شد. اینجا نسبت به خاک منطقه بالانسش کردم و تبلت رو هم به این صورت آماده کردم. میایید بلا فاصله دکمه یه دونه نیو باز میکنیم، ثبت میکنیم. الان یه دکمه یه بوقی زد دستگاه. چند لحظه وای میستید تا دستگاه این دکمه رو که زدید، یه دکمه داره اینجا روی ولوم و فشار بدید دکمه است، ثبت میکنید. چند تا دکمه بوق میزنه. اولین تصویر روی تبلت ظاهر شد، شروع میکنید به ازای هر بوقی. الان من تنظیم کردم تقریبا 35 ثانیه میرم جلو. یه حدود 17 تا بوق میزنه. شروع شد. دومی، 3 4 5 6 7 8 9 و 10. این دکمه رو دوباره میزنید، استاپ میکنه، رو برمیگرده. اگه کسی باهاتون باشه که این تبلت دستش میگیره خیلی راحت تری که سریع دکمه رو بزنید. البته میتونید به صورت مارپیچ کار کنید، اما من گذاشتم رو حالت موازی. همون اندازه‌ای که فاصله 35 40 سانت رفتم، الان هم میام همونقدر بنزه عرضشون هم میام این وسط. خط دومو شروع میکنم، بعد دکمه رو میزنم. بلا فاصله دیگه شروع میکنه، دیگه نیازی نیست وایسید. 3 4 5 6 7 8 9 10. بلا فاصله دکمه رو میزنید، برمیگردید و به همین ترتیب ادامه میدید. استاپ کن. 7 8 9 10. خب همونطور که دیدید ما از اونجا تا اینجا رو اسکن کردیم، یعنی این مستطیل رو ما اسکن کردیم. بلا فاصله میایم این دستگاه رو قبل از اینکه خاموش کنید دست بزنید، اینجا زبدر اینجا رو میزنید. زبدر رو که زدید سریع سیف کنید. اتفاق افتاده که خدای نکرده پریده یا رو این همه راه رفته نتونسته. ببینید من میزنم سیو است. اینجا یه اسمی برای تو دسکتاپ سیو میکنم، یه اسمی براش اینجا میذارم، مثلا می‌نویسم فرید 1. فرید 1 و صفحه رو میبندم. فرید فری شد اشکال نداره دیگه، فری سیو کردیم. خب ببینید الان این تصویره. الان بذار من اینو خاموش کنم، دستگاهت خاموش هم نکردم، الان مهمه میذارم زمین. ببینید الان یه جوری وایسید که رفلکسش نورش دیده بشه. شما یه ذره سر دوربین چیزو بیار پایین، من اینجوری سرش میرم بالا. عرضم به حضور شما عدد بذار رو 3 که تصویر بهتر میشه. الان متوجه است. خب
ما اینجا همینجوری شانسی اسکن کردیم، نه ردیاب زدیم، چون ردیاب هم داره میتونی قبلش ردیابی کنید. حالا ما همینجوری چون اینجا آهک زیاد بود، من دیدم خیلی جارم حالا حفاری کردن، اومدم شروع کردم اینجا رو اسکن کردم. حالا این تصویری که ما داریم میبینیم و الان اینجا میتونیم آنالیزم بکنیم. حالا من سری و سر تلفیق رنگ رو روی 2 میذارم، یه بار میذارم ببین اینجا رفت گوشه، یه بار دیگه میذارم رفته این گوشه، بذار یه بار برگردونم. الان یه دونه قرمز رو اضافه میکنم ببینید و الان فکر کنید اینجاست، دقت کنید، فکر نکنید، دقت کنید. تلفیق رنگ رو روی عدد 2 یه بار زدم، ببین یه هوا تکون خورد و یه هوا تکون خورد. الان اینجا رو میبینید یه مربع طوری داره میده. این بهتون قول میدم یه سازه یا یک سنگ که آهک داره اینجا میتونه توده آهکی باشه. این کجا اسکن میشه؟ دقیقاً ببین الان ما از پایین شروع کردیم، یعنی از اون پایین شروع که نشون بده یعنی نیست. ما از اینجا شروع کردیم اومدیم بالا، نقطه‌ای که داره به ما مشکوک میگه تقریبا رو خط یه 2 تا خط آخره میشه اینجا. آره دیگه تقریبا بله دقیقاً اینجا، اصلا 6 به بعد تقریبا اینجا. ما اینجا رو مجدداً باید بذاریم در وسط، یک بار دیگه اسکن کنیم. تمام دستگاه ما همینجوریه، همه دستگاه دنیا همینه، برای اینکه تاییدیه بگیرید، چون احتمال داره جایی که ما بالانس کردیم و شروع کردیم به اسکن کردن، اینجا مثلا اونجا خاکش خیلی پاک بوده و اینجا کوچکترین ذرات مثلا آهکی که الان ببین اینجا، ببین این دوربین نشون بده، ببین این انبوه آهکیه که تو اینجا بوده، ردیاب زدن گرفته کندن. حالا کی کنده نمیدونم، خدا وکیلی کار ما نیست. این آهکو ببینید، بیا اینجا اون لایه رو میبینی، ببینید بیا اینجا اون لایه رو میبینی، آهکو پایین و این دوندونه. وقتی حجم آهک این قسمت این ور رو برو از اون ور نشون بده، ببین اون حجم رو میبینی، زوم بکن رو اونجا، همونجا اصلا نمیخواد زومم کنی، ببین اون حجم آهکی که اونجا میبینید همون چیزی که من به عنوان تجربه بهتون میگم، همونیه که ما اونورترم گرفتیم. الان بلند شو ببین اینجاست، درسته جایی که ما گرفتیم درست تو همین راستا اینجاست. حالا شاید شما بگید که ربطی داره، خدمتتون عرض می‌کنم ما روی دیواره یک مثل یال میمونه، دیواره هستیم، یه یال اون وره یه یال این وره و بالا قلعه بوده، درست؟ و این محوطه وسط بوده، اینجا سازه هایی بوده، حالا پله بوده. دفعه اسکنی بکنید، درخت‌ها رو بزنید، شاخه‌ها رو بزنید، وسط بذارید، یه بار دیگه اسکن کنید. پس این دستگاه کوبرا کینگ همطور که مشاهده کردید خیلی کارایی آسون، خیلی راحت، خیلی سبک. گفتم اگه یه نفر فقط باشه این تبلت رو دستش بگیره اصلا شما خیلی راحت، انقدر سبک و راحته، بعدم خیلی راحت سریعا جمع میشه. پاور بانک هم داره و اصلا باتری کست نمیاری تو جنگل جایی بخواید برید، تو ماشین هم میتونید شارژ کنید. صدای گاوم میاد. موفق باشید. یا خدا.